در قرآن آمده است پیش از برپایی قیامت موجوداتی هولناک ظهور خواهند کرد، موجوداتی که از آغاز آفرینش در انتظار فرمان خدا ماندند تا در واپسین روزهای زمین از بند رها شوند. آنان نشانه های پایان زمانند و هر کدام حامل هشداری برای بشر. امروز ما با تکیه بر قرآن و روایات سفری خواهیم داشت به اعماق تاریکی آخرالزمان. درود و سلام بر شما همراهان عزیز. به صفحه محمد شریف یعقوبی خوش آمدید. اینجا حقیقت را از دل قرآن می‌خوانیم، همان گونه که هست، نه آن گونه که دنیا دوست دارد بشنود. اگر مشتاق دانستن هستید تا پایان با ما باشید و برای حمایت از ما لایک کنید، نظر بگذارید و صفحه را دنبال نمایید. در گوشه‌ای دور از چشمان انسانها، در شمالی ترین نقاط زمین، کوهی عظیم و سدی از آهن و مس قرار دارد. سدی که روزی ذوالقرنین آن را برای مهار قومی وحشی برپا کرد. قرنهاست که در پس این سد صدای فریاد و خشم میپیچد. اما در آخرالزمان آن سد فرو خواهد ریخت. زمین میلرزد و از میان شکافها انبوهی از مردمان بیرون میجهند. چهره‌هایی سخت، نگاه‌هایی خشمگین و قلب‌هایی تهی از رحمت. آنان یجوج و مأجوجند. قرآن می‌فرماید تا آنگاه که سد شکسته شود آنان از هر بلندی سرازیر شوند. آن روز شهرها در آتش می‌سوزند و هیچ نیرویی توان ایستادن در برابرشان را ندارد. زمین زیر گام‌هایشان می‌نالد و آسمان از فریادهایشان سیاه می‌شود. در جای دیگر سکوتی سنگین بر زمین حاکم است. ناگهان خاک می‌شکافد و جنبنده‌ای عجیب از دل زمین برمیخیزد. نه انسان است و نه حیوان، اما قدرتی دارد که زبانها را می‌بندد. او دابه الارض است، موجودی که قرآن دربارش می‌گوید و چون وعده بر آنان واقع شود جنبنده‌ای از زمین برایشان بیرون می‌آوریم که با آنان سخن گوید. او چهره مؤمنان را روشن می‌کند و بر چهره کافران نشانی از تاریکی می‌گذارد. صدایش آرام ولی سهمگین است و می‌گوید اکنون حقیقت برایتان آشکار شد، اما دیر است. در آن روزها در میان ویرانی و آشوب مردی ظهور می‌کند، مردی با چشمی کور و چشمی چون آتش. او با زبان فریب سخن می‌گوید، باران می‌فرستد، زمین را سبز می‌کند و ادعا می‌کند که من پروردگار شما هستم. او همان دجال است، بزرگترین فتنه تاریخ بشر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود از زمان آدم تا قیامت فتنه‌ای بزرگتر از فتنه دجال نخواهد بود. او می آید تا ایمانها را بیازماید. بسیاری فریب قدرتش را می خورند، اما مؤمنان واقعی در چشمانش چیزی جز دروغ نمی بینند. در همین زمان درهای نهان جهان گشوده می شود. بندهایی که قرنها شیاطین را در خود حبس کرده بود یکی یکی گسسته می شود. شیاطین رها می شوند، در میان انسانها می گردند، در دلها وسوسه می کارند و ذهنها را می دزدند. قرآن هشدار داده است شیطان دشمن شماست، او را دشمن بگیرید. اما در آخرالزمان بسیاری با دشمن خود پیمان می بندند و جهان میدان نبردی پنهان میان نور و تاریکی می شود. و در پایان از اعماق آتش، از میان سایه و شعله موجوداتی برمیخیزند که از جنس انسان نیستند. آنان جنیانند، ساکنان نامرئی زمین که از آتش بیدود آفریده شدند. قرآن می‌فرماید و جن را از شعله آتش بیدود آفریدیم. در آخرالزمان مرز میان انسان و جن شکسته می شود. برخی از انسانها با جنیان هم پیمان می گردند و فریب و ترس در سراسر زمین می تازد. خانه ها خالی می شود، دلها سیاه می شود و هیچ کس نمی داند دشمنش از آسمان می آید یا از درون خودش. و آنگاه آسمان تاریک می شود، زمین می لرزد و نوری عظیم از افق بر می خیزد. پایان نزدیک است. اما این داستان برای ترساندن نیست، بلکه برای بیداری است. زیرا خداوند فرمود
واقترب الوعد الحق و وعده راستین نزدیک شد. اگر این ویدیو را دوست داشتید برای حمایت از ما لایک کنید، نظر بگذارید و صفحه محمد شریف یعقوبی را دنبال نمایید. تا دیدار بعدی در پناه خداوند باشید.